در جواب دوستمون که گفت تو متقلبی و این رنگدهی پودر زعفرون نیست، میخوام الان براتون دقیق نشون بدیم که چطور هست رنگدهیش. ببینید 10 مسقال ریشه زعفرون در 1 مسقال 46.08 گرم میشه وزن ریشه زعفرون. ریشهش هم حتی بیشتر. این وزن ریشه. 4.608 در 4 هم میشه وزن زعفرون. 18.43. اینو صفرش میکنیم. صفر 18 یه خورده بیشتر هم زعفرون. بیایم رنگدهیشو بهتون نشون بدم. داخل آب جوش، حجم آب جوشو ببین چقدر زیاده. یه قاشق هم پودر زعفرون. ببین رنگشو. قرار بود بفرسته پودرمون آزمایشگاه.